تفاوت جمله ساده و پیچیده چیه؟ داوطلبین آیلتس چرا اینقدر میرن سراغ ساختارهای پیچیده و خاص؟ مگه چه چیزی عایدشون میشه؟ سلام، بهروز هستم. خوش اومدید به قسمت سوم از سری ویدیوهای نگاه درست به یادگیری و تمرین زبان انگلیسی. خب توی دو قسمت قبلی خیلی موضوعات مهمی گفتیم، مرورش نمی‌کنم، برید ببینید حتما. امروز میخوایم سراغ یه مطلبی بریم که برای خیلی امکان داره سوال باشه. گرامر و لغت به دردمون میخوره یا نه؟ خب نگاه کنید، من یه ذره پایه‌تر شروع میکنم. اصلا زبان چیه؟ علت پیدایش زبان چه بود؟ میتونید جواب بدید؟ ببینید، زبان، حالا نه صرفا زبان انگلیسی، کلا زبان به این دلیل به وجود اومد که بتونه یه انتقال مفهومی صورت بگیره. شما اگر یه ذره تحقیق کنید راجع به این موضوع می‌بینید که اوایلش که انسان‌ها شروع کردن به صحبت کردن، اکثر جملات ساده بود. مثلا برای توی زبان فارسی بخوام مثال بزنم، ما می‌خواستیم بگیم من گشنمه، من غذا، من گرسنه. ببینید فقط انتقال مفهوم مهم. دیدید بعضیا با اشاره این کارو میکنن. اصلا بعضی اوقات شما لازم نیست صحبت کنی، یعنی یه نفر به شما اینجوری کنه شما متوجه میشید که تشنه شه، یا وقتی اشاره میکنه به دهان یعنی گرسنمه. این انتقال مفهوم صورت میگیره. زبان ایجاد شد که این انتقال مفهوم بهتر صورت بگیره. اوکی، تا اینجا مشکلی نداریم. از اینجا ما میتونیم متوجه بشیم که هر چقدر جملات پیچیده تر میشن، یعنی انتقال مفهوم بیشتری داره صورت میگیره. الکی یه جمله سخت نمیشه یا طولانی نمیشه، یه سری مفهوم داره انتقال داده میشه. حالا ما الان میخوایم ببینیم که فایدهش چیه. ببینید توی آزمون آیلتس شما هر چقدر بتونید از این ساختارها به موقع استفاده کنید، یعنی ساختارهای پیچیده باید وجود داشته باشه ولی به موقع استفاده بشه. شما اگه بخواید از این استفاده کنید احتمال نمره بالا گرفتنتون بیشتره. حالا آیلتس مثال بود. توی محاوره هم نگاه کنید. شما اگر بخواید فقط به فیلم ها بسنده کنید و فقط بگید که آقا جملات ساده کافیه، نگاه کنید توی فیلم ها چقدر ساده حرف میزنن، خب اونا برای عموم مردم هستن. یه سری مواقع بر اساس اهدافتون شما نیاز دارید که ساختارهای پیچیده‌تر، گرامر مهمتر و سخت‌تر یاد بگیرید تا نشون بدید که به اون سطح زبان رسیدید. بریم سراغ لغت و گرامر. چقدر مهمه؟ ببینید ابزار اصلی شما برای صحبت کردن همین لغت و گرامره. ببینید در اصل شما لغت و گرامر رو برای هر 4 تا مهارت زبان انگلیسی نیاز دارید. من در مورد این 4 تا مهارت توی ویدیوهای بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم. شاید 2 قسمت دیگه بهش برسیم. ما 4 تا مهارت اصلی داریم توی زبان انگلیسی: listening, reading, writing, speaking، که گفتم حالا بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم. ولی لغت و گرامر برای همه این مهارت‌ها لازمه. یعنی یه چیز پایه است که شما هر هدفی داشته باشید باید لغت و گرامر رو مطالعه کنید تا شناخت خوبی نسبت به ساختار زبان انگلیسی داشته باشید. اوکی، نه انقدر مهمه که کل وقتتون رو بذارید روش، نه انقدر بگیم که اهمیتش کمه که اصلا آشنا نشیم باش، یاد نگیریم. یه تعادلی باید حفظ کنید و وقتی اینو یاد گرفتید، حالا هر مهارتی که میخواید توش پیشرفت کنید میرید تمرین مختص اون رو انجام میدید. مثلا شما وقتی میخواید لیسنینگتون بهتر بشه طبیعتا باید بیشتر گوش کنید، باید بیشتر توجه کنید به چیزایی که گوش میکنید. خب ولی برای اسپیکینگ شما بیشتر باید تولید کنید، یعنی بحث گوش کردن نیست. درسته تأثیراتی داره ولی تمرین مختص اسپیکینگ متفاوت از تمرین مختص لیسنینگ. یه نکته مهمی که خیلی دوست دارم شما هم بهش توجه داشته باشید اینه که شما کاربرد گرامر رو یاد بگیرید. ببینید ما یه فرمولی داریم برای گرامر. مثلا یه چیز ساده بخوام بهتون بگم، میگم مثلا ما میخوام با let's جمله بسازم. خب شما یاد میگیرید که کاربرد این let's چیه. شما وقتی میخواید پیشنهاد بدید به شخصی که کاری انجام بدیم از let's استفاده میکنیم و اینم توی فرمول یاد میگیرید که بعد از let's فعل به شکل ساده میاد. مثلا let's go، همون جمله‌ای که بیرامن میگفت لسباو، همون let's go، یعنی پیشنهاد میدید که برید. let's eat something، یه چی بخوریم، داری پیشنهاد میدی، گرسنته. و حالا این مثال ها زیاد. پس صرف دونستن گرامر
کافی نیست، شما باید کاربردش رو بلد باشید و سعی کنید جمله سازی داشته باشید توی اون حوزه. اینجوری میتونیم بگیم مطالعه خوبی توی لغت و گرامر دارید، چون دارید به کار میبریدش، استفاده میکنید، صرفا حفظ نکردید. حالا الان شما باید انتخاب کنید بر اساس هدفتون چی بخونید، چه جوری بخونید، چه منبعی رو انتخاب کنید. قطعا شما شناخت کافی ندارید نسبت به اینکه خب من چه منبعی باید بخونم، برای این هدفم چقدر باید وقت بذارم. برای همینه که آخر این ویدیو من راه ارتباطی با خودم براتون گذاشتم و خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم تا راحت‌تر و سریع‌تر به هدفتون برسید. خیلی ممنونم که دوباره وقت گذاشتید، این ویدیو رو دیدید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. قراره با همدیگه یک نگاه درست به یادگیری زبان انگلیسی داشته باشیم. پس ویدیوهای بعدی رو اصلا از دست ندید. بدرود.